سلام دوستان، شما با کانال مارتین کالستاپ همراه هستید. امروز اومدم که بهتون آموزش بدم چطور میتونیم یه دونه اندیکاتور رو به نرم افزار متاترید سیستممون اضافه بکنیم. خب اول از همه باید وارد نرم افزار متاترید بشیم. از این قسمت از قسمت فایل میایم اوپن دیتا فولدر رو میزنیم. از این قسمت وارد پوشه MQL4 میشیم و قسمت ایندیکاتور رو باز میکنیم. بعد از اون میایم فایل خودمون رو، اون اندیکاتوری که میخوایم اضافه بکنیم که با پسوند ex4 هست رو کپی میکنیم و داخل اون پوشه‌ای که باز کردیم پیستش میکنیم. خب حالا من قبلا این اندیکاتور اضافه کردم، شما نمیده، ولی خب اسکیپ رو میزنید و اون فایل جدید داخل این پوشه میاد. این پوشه رو میبندین، نرم افزار متاتریدتون رو میبندین، دوباره نرم افزار رو باز میکنید. بعد که نرم افزار باز شد، از این قسمت میایین داخل منو اندیکاتورها، از قسمت کاستوم میبینید که اندیکاتورتون اینجا اضافه شده و میتونید ازش استفاده بکنید.